در شهر خوجند پس از 8 روز آغاز موسم آبازی به تجدید آب و تابگاه شروع کردند. صبح امروز سنه 8 ایون تجدید آن آغاز شد. احتمال می رود آن 2 روز ادامه کند. حالا کارمندان شعبه و بخش‌های سرراستی آبادانی شهر خوجند و شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این شهر برای به طور ضروری آماده شدن آب و تابگاه جهت دارند. چهره که دیده ایستادن در آبودابگاه شهر خوجند ساحل دریای سیر تجدید رفته ایستاده است. من حاضر ما زیاده نزدیک قریب 400 کوب خم آورده برای موسم آببازی آمادگی دیده ایستاده ایم که کارها حالی در این سمت ادامه دارد. من حاضر ما باز رکت کرده هستیم که همه چیزهایی که برای شرایط آببازی کردن و پیش بینی شده است همین چیزا آماده کردیم. من کشید که میگوید ویشه نشستگاه ها من ایوانچه هاست همشه ما آماده کردیم و بعضی کارهای ماندگیشه با حالی ادامه داده ایستاده است. ما 2 روز بعد تیار آماده کردن مدکر اینجا چون که علاقه موسم آببازی سر شدگی من هوا چخل که دیده ایستادن هوا گرم شده است دو رفته برای همین ما هر چه تیستر همینجی سپرده برای آببازی آماده کردن ما در کار. آماده کردن شرایط خوب در آب و تابگاه برای پیشگیری حالت‌های غرقشوی مساعدت می‌کند. بدبختانه علاقه در ولایت سوخت 8 حالت غرقشوی به قید گرفته شده است. چند روز پیش انیقتر سنه 3 ایون نورسی 14 ساله که از محله رزاق شهر خوجند است هنگام آبازی غرق شده به هلاکت رسید. حادثه ساعت 14:35 رخ داده است. در شهر خوجند در ساحل دریای سیر در موضع محله رزاق یک ساکن 14 ساله شهر خوجند از بی‌احتیاطی در جایی با آببازی ممنوع آببازی کرده به غرقشوی دچار می شود. بعد گرفتن خبر نجات دهندگان دسته مخصوصی زودآمد نجات دهی ریاست ولایت و نجات دهندگان بخش ریاست کمیته در شهر خوجند به جای حادثه حاضر شده جسد نامبرده را از آب برآورده به مقامات دخدار می سپارند. تحلیل‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی در شهر خوجند و ولایت سوغ نشان داده است که شروع از آغاز سال تا امروز 8 حالت غرقشوی ساکنان در کل و آبانبار و دریاها به قید گرفته شده است که آنها غرق شده به هلاکت رسیدند. از این شماره 2 حالت فوت خودکشی می باشد. از این رو این نهاد به والدان و مهمانان مراجعت می کنند که در موضع‌های خوفناک و منع شده به آببازی مشغول نشوند. در موضع دریای ساحل سیر 10 جای با آببازی ممنوع موجود می باشد. از آن جمله این آغاز می شود از نزد مجمع باغ فرهنگی فراغت نوروزگاه، نزد کوپروک‌ها و محله‌های میکروناحیه پایان 13ام، 18ام، 8م و نزد طرفخانه‌های طرفخانه چوی پروین، کمپلکس کمال خوجندی، پایان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند و همین موضع‌های خوفناک باشند که همه ساله از بی‌احتیاطی در همین جایها حالت‌های حادثه غرقشوی به قید گرفته می‌شوند. وابسته به گرم شدن باد و هوا امروزها هم همچنین به تعطیل برآمدن خوانندگان هنگام گذراندن ریدهای نظارتی در ساحل دریای سیر مشاهده کرده شد که حالا هم مکتب بچگان که امروز به تعطیل برآمدند و جوانان نورسان در جایهای به آببازی ممنوع به آببازی مشغول شده ایستادند. بنابراین ریاست کمیته در ولایت سوغد از همه شهروندان از والدان احترامانه خواهش می‌نماید که فرزندان خود را در این موسم بی‌نظارت نگذارند، در جایهای منع کرده شده به آببازی مشغول نگردند. احتمال می رود آب و تابگاه یگانه شهر خوجند سنه 10 ایون پر را به طلبات جابگو شود، زیرا نابسته از حالت کنونی آن ساکنان همه روزه برای استراحت و سلقین گردیدن به این موضع می آیند. کارهای تجدید و از نوسازی آب و تابگاه تا روز استراحتی پر به انجام می رسد. اما باید گفت که این موضع آب نوشاکی ندارد و به آن احتیاج زیاد می باشد. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.